میخوای نسل امام اعظم، میخوای فرزندت مثل امام اعظم شود، خودت ثابت باش، خودت پرهیزگار و خدا ترس باش. امام اعظم رحمت الله علیه در سن 4 سالگیش قاری کل قرآن شد. در سن 4 سالگی، کودک 4 ساله قاری کل قرآن شد. ببینید سبب ناپاکی ما نقصان و کمبودی در ذهن فرزندامون شده است. سبب ناپاکی ما فرزندمون به گردن نمیگیره خواندن، درس خانه را نماز به گردن نمیگیره. پدر این از من میگه بچه نماز نمیخونه حضرت، سبب چیه؟ من خودم ناپاک و پدر. اگر بخواهی که نسل خوب باشه خودت خوب باش. این فایده چیست برادر؟ از فایده خدا ترسی و پرهیزگاری. ما و شما هم باشیم حرکت داشته باشیم برادران عزیز و بزرگوار، راه تقوا و خدا ترسی اختیار کنیم. انشاءالله هم زندگانی نورانی میشود، هم نسل آینده